آقا سلام ارادتمند فروگذارم. یه شایعی راجع به پسرا هستش که میگن آقا پسرا تنوع طلبن، پسرا متعهد نیستن. من الان با یه گیم پلی یه بازی که الان با هم دیگه میبینیم میخوام بهت ثابت کنم همچین چیزی کلا کذبه داداش. سرمنش گرده این داستان. بریم گیم پلی بازی رو با هم دیگه ببینیم. الان سال 2026 اوکی. بازی رو نگاه کن. برای 20 چیه؟ 2013 سال پیش بازی رو بیا نگاه کن، سطح بازی رو ببین داداش، اصلا ارکیف میشی بازی رو نگاه میکنی. اما مدرسه میومدی خونه تا دست چمپیونز لیگ نزنی نهار نمیخوردی، قهرمان نشی نهار نمیخوردی. بعد بازیکن‌ها رو نگاه کن، پپه، دیماریا، بنزما چقدر جوون بود. دیماریا، آربلوا، خدیرا، اوزیل. بعد میخواستی هیجان بازی رو ببری بالا، چیکار میکردی؟ میادی خود گزارشگری میکردی. سرجیو راموس رو بقیه برای ایکر کاسیاس، پشمام. سامی خدیرا، اوزیل خودش رو جدا میکنه دو بازیکن. بنزما، رونالدو میتونه شوت بزنه، رونالدو این کارم انجام میده، توپ به پیکه میخوره و بلوکه میشه. مارسلو نگاه، سامی خدیرا اشتباه کرد، توپو میفرستن برای الکسی سانچز. این فکر کنم مرده دیگه، انقدر بازی قدیمیه. سانچز دو بازیکن رد میکنه و ژابی آلونسو، این الان مربی رئاله. موقع فکر کنم کارلو آنجلوتی مربی رئال مادرید بود. آندرس اینیستا بلند به پشت محوطه و ایکر کاسیاس خیلی خوب توپو مال خودش میکنه. پیکه، کریم بنزما، مارسلو دنیال روس اومد توپو گرفت. حالا کریستیانو رونالدو بازم موقعیت دارن رئال مادرید. مارسلو، پیک، پویول بود، پویول، مسعود اوزیل. مارسلو میتونه ارسال کنه رو دروازه، این کار رو انجام میده یا نه؟ برمیگرده رو به عقب. حالا آلونسو میفرسته رو دروازه و بنزما تو پیش باله سرش رد شد و ویکتور والدس تو با اذان خودش کرد. او اذان خودش کرد. کریستیانو، اینیستا مقابلشه، رونالدو همونجا ضربه رو میزنه و ویکتور والدس. ژابی آلونسو ارسال میکنه رو دروازه بارسلونا. خدیرا پشت 18 موقعیت شوت زنی دارن و سرجیو راموس میفرسته برای اوزیل بعد ارسال کنه، این کارم انجام میده دیماریا. ژابی آلونسو چه فشاری داره میاره تو این لحظات. رئال مادرید میتونه رو به عقب پاس بده. ژابی آلونسو شوت زنم از شوتشو میزنه و خیلی خوب توپو میگیره. آندرس اینیستا، بنزما توپ بالای دروازه بارسلونا به بیرون میره. حقم داره، البته تجربه نداره. یارو توپ طلا داره، کسکش تجربه نداره چیه؟ ضربه سر اول بازیکن بارسلونا، دنی آلوس. مارسلو توپو گرفت، میتونه راه بندازه. اوزیل و پویول چقدر پر اشتباه دارن بازی میکنن دو تیم. کریم بنزما، دیماریا، با بذار حمله رو بزنم. بیناموس. سوت پایان نیمه اول بازی با داور ازبک به صدا در میاد. خیلی رفتم تو بعد بازی. آغاز نیمه دوم شروع میشه. چه کسیه گفتم؟ آغاز نیمه دوم شروع میشه. پدرو، آربلوا، سامی خدیرا، بنزما، دیماریا را میندازن. رونالدو رو میتونه جدا کنه، خوش ضربه رو بزنه. خدیرا بازم موقعیت دارن، رونالدو میزنه. چه دفاعی داره میکنه بارسلونا. چی شد اینجا؟ زودتر بزنی من خدا 300 دوید. خطا بودا. پیکه، آندرس اینیستا اشتباه کردم وسط زمین. اینیستا، رونالدو به دنبال توپ. ژابی آلونسو، پپه توپو میگیرن. حالا زد حمله اشتباه. پپه چیکار کرد اونجا؟ راموس خیلی خوب توپو گرفت و دور کرد محوطه خطر. جوردی آلبا، پدرو،
خیلی را به دنبالشه. پدرو سرتوپو میزنه و 2 تا را به هم ریخت اونجا. آلبا توپو، آلبا کی؟ آربلوا. ژاوی ارسال رو دروازه. مسی با اون قد کیریش ضربه سر زده جی. ایکر کاسیاس، دیماریا، اینیستا، ژاوی. ژاوی خطا شد اونجا. چی شد؟ دیماریا رو تذکر داد بشه، یه کارت زرد بهش داد. پویول، دنی آلوس، ژاوی. اشتباه ژاوی. بابا گاییدی تو همه رو داری خطا میگیری. ژاوی میفرسته رو دروازه. دیماریا برمیگردن بازیکن رئال مادرید موقعیت دارن. رونالدو چقدر خوب فرار کرد. آفساید هم نیست. رونالدو باید ضربه رو بزنه. این کارو میکنه توی دروازه. توی دروازه جلوی رال نباید اشتباه کرد. چقدر خوب خودش رو جدا کرد و چه پاسی دادن بهش. کی پاس داد؟ پاس عالی از کریم بنزما. چقدر قشنگ جدا کرد خودش. حاجی این استوکا رو یادتونه؟ دورنگو چه ضربه ای زد. کل استادیوم دارن میگن رونالدو. بازی 1-0 به نفع رئال مادرید. حالا بازی قشنگ‌تر شد. اینجا پیکه چه اشتباهی کرد. جوردی آلبا اشتباه کنن کار تمومه. پیکه با برمیگردونن. اینیستا، سرجیو بوسکت، اوزیل، خدیرا میده به دیماریا پشت پویول. ببینیم چی کار میکنه با اون سن و سالش. خیلی خوب اومد توپو گرفت و آنخ دیماریا. گفتم اینجا نباید اشتباه کنی جلو این رئال. در کمتر از 2 دقیقه 2 گل بارسا دریافت میکنه. خیلی رفتم تو بعد گزارشا. پاس پشت محبته برای دیماریا فرصت طلب. بارسا کارش خیلی سخت‌تر میشه و تعویض میکنه. داوید ویا حاجی پشمام. اوزیل، داوید ویا حاجی. الکسی سانچز. راموسو برمیدارن مقابل خودش. پپه میاد. مسی میتونه ضربه رو بزنه. مسی میزنه. کاسیاس، ویا و توی دروازه. یه گل جبران کردن و تعویض طلایی برای بارسلونا بود داوید ویا. یادش بخیر حاجی. بازی قشنگ‌تر از اینم میشه. دقیقه 80 ژابی آلونسو، اوزیل، مسعود اوزیل اشتباه داد پاسشو. مارسلو، حالا کریس رونالدو. مارسلو خودش موقعیت داره برمیگردن توپو. الکسی سانچز قشنگ کار کرده. الکسی سانچز الان. دیماریا، کریس رونالدو. ببین چی کار میکنه با این توپ. کریس رونالدو تکربیش کرد و تکربی کرد و پاس نداد. حالا این سم خیلی راه میندازه دیماریا رو. تو بهش نرسید. سس فابرگاس واقعا یادش بخیر. کریس رونالدو چقدر خوب پویولو جا گذاشت. 4 دقیقه وقت تلف شده اعلام شده برای نیمه دوم. آربلوا توپو برمیگردن. ایکر کاسیاس بلند میزنه و تمام بازی رو طبق روال همیشه رئال مادرید. خیلی معلومه دارم بی‌طرف گزارش کرده میکنم، اصلا رالی نیستم. کاجی پشمام. یعنی من پتانسیلی دارم بشینم 2 هفته بکوبینو بازی کنم فقط خاطر بازیشه. چه بازی بودیم. مرسی نگاه کردید و صدای مزخرف بنده رو تحمل کردید. خیلی رفته بودم تو حس و حال. لایک، کامنت، سابسکرایب بزنید لطفاً. حمایت بشه. نذاریم که فدا سر قربون و نگاه زیبا که منو دیدی. مراقب خودت باش ستون.